به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، مخلصان شبکه دانش و سنجش، هر یک از شما را در الهیدگی خوش آمدید میگویم به شبکه ما. برنامه دانش و سنجش این لحظه ها آغاز می شود. برنامه علمی است و پر از پند است و پند انشاءالله همه از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و تا آن دمی که همه از شما آنهایی که این لحظه ها پیوست شدند به برنامه داخل می شوید، من گیم پین را روی اکران می مانم و تا داخل شدن شما از آن پنده که گفته گذشته ما آغاز می کنیم. 525 493 این است گیم پین برای امروز. سوره حجرات آیت 11 الله تعالی چنان می فرماید، ترجمه معنا: ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل می کنید، گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره نکنند. شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره نکنند. شاید آن مسخره شدگان یعنی زنان بهتر از آنها باشند. و از هم عیب جویی نکنید و یکدیگر را به لقب‌های زشت یعنی بد نخوانید. چی بد از نام فسق پس از ایمان آوردن. و کسانی که از مسخره کردن، عیب جویی کردن و به لقب زشت یعنی بد نام گرفتن توبه نمی کنند، خود ستمکارانند. تفسیر بغوی. همچنین در کتاب باقی نکوکاران زیر حدیث زیر رقم 1575 چنین آمده است: از ابن مسعود الله از وی راضی باشد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آن که به اندازه یک ذره کبر در دلش باشد به بهشت داخل نمی شود. مردی گفت: هر آینه شخص دوست می دارد که جامه و کفشش نیکو باشد، یعنی جامه زیبا و پای افسالی خوب داشته باشد. فرمود: الله تعالی زیباست و زیبایی را دوست می دارد. کبر سرکشی در برابر حق و خوار شماریدن مردم، یعنی یک کس را پست شماریدن، این است کبر. یا اینکه در حدیث دیگر چنین آمده است از جندب ابن عبدالله الله از وی راضی باشد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: مردی گفت: سوگند به الله که خداوند فلانی را نمی آمرزد. الله تعالی فرمود: کیست که بر من سوگند می خورد که فلانی را نمی آمرزم؟ همانا من او را آمرزیدم و عملت را ضایع نمودم. عمل همون کسی که گفت که الله فلانی را نمی آمرزد. از این خاطر این یک پند بود از قرآن کریم و همچنین با قوی بخشیدن از حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم. تماشاگران عزیز، خب داخل شوید به برنامه و ما و شما این دم برنامه را آغاز میکنیم و همه آنهایی که داخل به برنامه ما شدن میتوانند در برنامه آزمون دانش و سنجش اشتراک کنند، دانش خودشان را
سنجند. خیلی خوب و من این لحظه ها قسمت اول را آغاز میکنم، چون برنامه را همان نفرانی که تماشا میکنند آنها داخل به برنامه شدند و گیم پین در پایان می شود و من خواهش میکردم که گیم پین را در گیم پین را نوشته کنیم در زیر چت تا که آنهایی که دیرتر می آیند آنها نیز داخل شوند. خب من گیم پین را به شما روان کردم و بسم الله قسمت اولی برنامه. سوال اول: حدیث را دوام دهید. در حقیقت عمل موافق به چی بها داده می شود؟ موافق به کوشش، موافق به نیت، به چالاکی و یا زیرکی، کدامش درست است؟ دوام حدیث: در حقیقت عمل موافق به چی بها داده می شود؟ وریانت های شما. خیلی خوب و سعید جواب شما درست بود. در داخل چت آنهایی که داخل شدن نتوانستید میتوانید در داخل چت به ما نوشته کنید. بله، موافق به نیت و 7 نفر جوابهای درست گفتند. خیلی خوب و ما دوام میدیم و میبینیم که در جای اول هستند. روی اکران شما میبینید آنهایی که در جایهای اول هستند. سوال 2: یکی از 114 سوره به بسم الله آغاز می شود. این کدام سوره است؟ سوره فاتحه، نساء، توبه و یا ملک، کدامش درست است؟ کدام از یک از سوره ها به بسم الله آغاز می شود؟ بله درست است، سوره التوبه و 7 نفر جواب های درست گفتید. ماشاءالله. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران می بینید. سوال 3: چند مراتبه به نام الله بخشاینده و مهربان در قرآن آمده است؟ 113 100 بار، 114 مراتب، 121 بار، کدامش درست است؟ به نام الله بخشاینده و مهربان چند مراتبه در قرآن آمده است؟ ماشاءالله، الکی همگان جواب را زیر کردن درست و 9 نفر جوابی درست گفتن. 114 مراتب. بله. خب اینجا سوال پیدا شد و بعضی ها 113 را انتخاب کردن. بعد از آنه که ما گفتیم که سوره توبه بدون بسم الله آغاز شده است، اما در یکی از دیگر سوره ها به نام الله بخشاینده و مهربان 2 مراتب آمده است و من نمیگویم، شاید ما در سوال های بعدی داریم در کدام سوره است. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. ماشاءالله. موسی، قاسم عادلیان، مهران، آیت الله، حارثه، مبارک باشد. سوال 4: انجیل به کدام پیامبر فرستاده شده بود؟ به موسی، عیسی، نوح، هود علیهم السلام. به کدام از این پیامبران کتاب انجیل فرستاده شده بود؟ جوابهای درست آمده رسید زیر چت. قریب همه جوابهای درست گفتند و در داخل برنامه ما 7 نفر جوابهای درست گفتید. بله به عیسی علیه السلام انجیل فرستاده شده بود. خب دوام میدیم تماشاگران گرامی. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. سوال 5: الله تعالی قوم لوط را با چگونه نابود کرد؟ یخ کردند، زمین جنبی شد، زیر آب ماندند، زیر سنگریزه ها ماندند، کدامش درست است؟ الله تعالی قوم لوط را چگونه نابود کرد؟ ببینید که بله جواب ها مختلف بود، هر گونه بود. اکثریت گفتند که زیر آب ماندند، ولی با قوم نوح زیر آب مانده بود، اما قوم لوط بالایشان سنگریزه ها از آتش ریخته بود. اگر
کسی فراموش کرده باشد بیایید کوتاه یادرس میشویم. درباره قوم لوط آیات‌ها خیلی زیاد نازل شده است و قوم لوط همون قومی است که مردها به مردان جیما میکردند و قوم لوط امروز هم پیدا شده است، امروز هم هست. الله تعالی قوم لوط را، آنهایی که بجای مردانی که بجای زنانی خود به خود مردان را انتخاب کرده بودند، بالایشان سنگریزه ها از آتش ریزاند و همه را نابود کرد الله تعالی. پناه میبریم به الله تعالی و دعا میکنیم که امروزه آن قوم نوح الله تعالی هدایتشان کند اگر لایق به هدایت باشند و توبه کنند. چون من یک چند روز پیشتر از جانب یکی از دوستانم شنیدم در اروپا آمد میگوید که برادرزاده همسرش کودک 15 ساله و اهلی بیتش، پدر مادرش، نزدیکانش همه از اسلام با خبر هستند و خیلی نزدیک هستند، در اسلام هستند. اما فرزندی 15 ساله که و هم به مسجد می رود، نماز می خواند، یک روز به نزد والدینش می آید و می گوید که خب من پسر است، می گوید من دختر هستم. پدرش در غضب می شود و وقتی که غضبی می شود دیگر خودش را اداره کرده نمی تواند. می گوید که من یگان کاری بده می کنم با تو و حتی آمادگی دید. گفت که از این گونه فرزند را من خودم در دنیا تنبیهش می دهم، یعنی سخت تنبیه می دهم. و بعداً به مسجد می رود، با امام مسجد صحبت می کند، می گوید که فرزندم این گونه شد و من دیگر بخشیده نمی توانم، من دیگر کاری را می کنم که می کنم. امام مسجد می گوید که به چی گناهش؟ به آن که نماز می خواند یا به این که خودش را زن می حسابد، دختر می حسابد؟ گفت خودش را دختر می حسابد. امام مسجد گفت صبر کن، تحمل کن و دعا کن. اما آن کودک 15 ساله که در اروپا است دیگر از هراس و از ترسی نزدیکانش از خانه بیرون می شود و در جای دیگر پناهندگی می پرسد و امروز خودش تنها، یعنی این حقیقت است، خودش تنها زندگی می کند. اما بعضی ها این گونه خصلت قوم لوط را دستگیری می کنند و پناهندگی حتی می دهند و باعث تأسف است. الله تعالی هدایت کند. چون امروز در بعضی دولت های اروپایی همین چیز را می آموزند و گویا که یک مقرری باشد. اما تاریخ را به خاطر بیارید. در تاریخ این گونه قوم الکی بود، گذشت و نیست و نابود شد. خب دوام میدیم تماشابینان عزیز. بسیار ایستاده نمیگذاریم. انشالله آنهایی که میفهمند و این یک باید برای والدین فرزندانی که در این گونه جاها امروز استقامت میکنند باید یک آتشکی باشد. یک آتشکی باشد که تفکر کنند در آینده فرزندان. البته که ما و شما کوشش ها میکنیم، ما و شما امر معروف و نهی از منکر میکنیم فرزندان را، اما وقتی زیادی آنها در کجا میگذرد؟ معلوم به همه. در خانه تقریبا وقتی خواب 5-6 ساعت یا 7 ساعت و
از آن زیاد 2 یا 3 ساعت، باقی مانده همه وقتی کودک در بیرون میگذرد و محیط تاثیرش را میرساند. خب دوام میدیم تماشاگران گرامی. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. سوال 6: این آیه در کدام سوره است؟ البته دین در نزد الله دینی اسلام است. آل عمران، نیسا، بقره و یا فاتحه. این آیه در کدام سوره است؟ البته دین در نزد الله دینی اسلام است. در کدام سوره آمده است؟ برای 7 نفر جوابهای درست گفتند در سوره آل عمران. خیلی خوب. از آن وریانت هایی که شما دیدید و بیایید یک کوتاه سوره آل عمران آیتی 19 را با شما دیده میبرایم و دوام میدیم، چون گفتیم برنامه ما برنامه است که برای ما و شما پند است. خب در سوره آل عمران آیت 11 ترجمه معنا را من میخونم. آیت 19 ببخشید، آیت 19 را و بعد از آن انشالله برنامه را دوام خواهیم داد. عیناً میخونم ترجمه معنا را. به درستی دینی که الله آن را برای خود پسندیده است و به آن پیامبرش را فرستاده است اسلام است. بجز اسلام دیگر دین در پیشگاه الله قبول نیست. پس از آمدن حجت، یعنی آمدن رسولان و نازل شدن کتاب ها، اهل کتاب از یهود و نصارا میان خود از روی حسد و سرکشی با یکدیگر اختلاف کردند و هر کس که به آیات الله تعالی کافر شود بداند که الله زود شمار است، به حساب هر کس میرسد و انا همین خودش کفایه است برای اهل فهم. به درستی دینی که الله آن را برای خود پسندیده است دین اسلام است و به آن پیامبرش را فرستاده است و به جز اسلام دیگر دین در پیشگاه الله تعالی قبول نیست. و خب بیایید اکنون دوام میدیم و میبینیم که ها به جایهای اول برآمدند. آیت الله مهرانه قاسم و دیلیان عمر و ابو عبدالله مبارک باشد. دوام میدیم. الله غیر از دین اسلام دیگر دین را نیز میپذیرد. اگر یهودی حقیقی باشد، اگر مسیحی حقیقی باشد نمیپذیرد، بله همه دین ها قبول شده است. کدامش درست است؟ الله تعالی غیر از دین اسلام دیگر دین را میپذیرد. 10 نفر جواب گفتند که نمیپذیرد و بله جواب شما درست است. الله تعالی نمیپذیرد دیگر دین را و خودش انا همون آیتی که ما و شما گفته گذاشتیم انا همون کفایه بود. غیر از این در سوره آل عمران آیت 85 الله تعالی تاکید دیگر کرده است برای ما و شما: و هر کس که دین را غیر از اسلام بپذیرد پس عملش مردود و قبول نیست و در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. معنای اسلام تسلیم شدن به الله و سر فرود آوردن به طاعت و پیروی کردن به محمد صلی الله علیه و سلم است. پیروی کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و عبادت کردن الله تعالی یگانه است. تسلیم شدن یعنی معنای اسلام. از این خاطر آنهایی که میگویند بله اگر یهودی حقیقی باشد یا نصارای حقیقی باشد نیست، بعد از آن که قرآن کریم نازل شد دیگر همه باطل شد و یگانه کتاب درست و حق این قرآن کریم است.
پندی دیگر برای آنهایی که شاید در دل شک داشتند و شک شما را ان همین 2 آیتی که در سوره آل عمران آمده است انشاءالله که همون در دل چیزی که شما ناباوری داشتید انشاءالله که باوری درست حاصل کردید. و تماشابینان گرامی بیایید اکنون ببینیم که ها جاهای بهترین را سزاوار شدند در قسمت اولی برنامه ما. جای سوم نصیب قاسم عادلیان مبارک باشد ماشاءالله. و جای 2 آیت الله و بهترین جای اول نصیب مهران نکردید مبارک باشد. عمر و ابو عبدالله نیز در جاهای نمایان بودند. شما را صمیمانه من تبریک میکنم. بهترین رقابت بود بین شما تماشابینان گرامی. و بیایید من قسمت دیگری برنامه رو این لحظه آغاز میکنم و از شما خواهش میکردم که برنامه رو به دیگران روان کنید و اگر خواهش داشته باشید و اگر به قول در آغاز برنامه گفته گذاشتیم کیبر نداشته باشید و اگر ترس نداشته باشید. برنامه ما برنامه علمی است. تقسیم کنید به دیگران. به چه خاطر ترس میگم؟ بعضی ها تا حال میگن که شما برنامه اسلامی دارید. نه، این برنامه علمی است. بله از اسلام است، اما برنامه پندی است و برنامه که تربیوی است و خاص از قرآن کریم. و اگر شما اهمیت داده باشید ما معلومات ها رو میگیریم و اون ترجمه معنایی که در تاجیکستانی عزیزی ما و شما قبول شده است از آن استفاده میکنیم. یعنی اون کتاب هایی که ترجمه معنا رو ما میخوانیم مؤلفش حتی در تاجیکستان زندگی میکند و در زندان نیست. از این خاطر خب آن چیزهایی که اجازت است از آن ما استفاده میکنیم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این خاطر من گفتم که آنهایی که ترس ندارید تقسیم کنید برنامه رو، چون برنامه ما برنامه پندی است و برنامه علمی است. خب مرحمت گیم پین روی اکران پیدا می شود. خیلی خوب و مرحمت داخل شوید. خب آنهایی که باری اول در برنامه ما اشتراک میکنند تماشابینان عزیز، شما کهود نقطه ات نوشته میکنید در تلفن موبیلی یا اینکه در کامپیوتری خود و در آنجا جایی که گیم پین نوشته شده است همون گیم پینی که روی اکران است آن را نوشته میکنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتون تخلص انتخاب میکنید و بعد داخل میشوید. خب این تماشابین ما سعید سوال دادند درباره چگونه داخل شدن. برادر عزیز کهود نقطه ایت نوشته کنید و در جایی که گیم پین است اما گیم پینی که روی اکران میبینید آن را مینویسید. نیک نیم باشد نام خودتان را انتخاب میکنید. از 2 تلفن استفاده کنید، از یکیش به کهود داخل شوید، از تلفن دیگر باشد ما را تماشا میتوانید کنید. خیلی خوب، تشکر زیاد برای دستگیری شما تماشابینان عزیز. من میبینم که همان هایی که تماشا میکنند لایک ماندید یا دیسلایک ماندید تا اینکه ما را دیگران تماشا کرده توانند تماشابین زیاد شوند و آبونه شوید به برنامه ما. قسمت دیگر را این لحظه ها آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول، دوامی حدیث. ببخشید تماشابینان عزیز، من از سری نو بازی دوباره کردم، از سری نو داخل میشم. ببخشید چون این بازی رو معلقه نواکه با شما این آزمون رو گذرانیده بودیم. خب
خواهش میکردم از سری نو یک باری دیگر داخل میشویم. تماشاچیان گرامی، من از سری نو آماده میکنم. از شما معذرت میخواهم چون خب بیایید داخل میشیم قسمتی دیگری برنامه. گیم پین آماده شد. 419 353 مرحمت. خب قسمت دیگری برنامه ما درباره یکی از سوره هایی که ما و شما به نهایت دوست می‌داریم. در آن سوره بعضی معجزه ها به رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است. سوره اسراء است. آنهایی که سوره اسراء را خوب می‌دانند به سوال های زیادی ما جواب های درست انشاءالله میگویند. خب 10 نفر رو میبینم. بیایید آغاز میکنیم. خوش آمدید میگویم همان هایی که الکی در داخلی برنامه ما هستید. انشاءالله قسمتی دیگر نیز خیلی شوق آور خواهد گذشت. سوال های عادی اما پندی است. سوال اول: با پیمان ها وفا کنید. مراجعت به کیست؟ به کافران، به مشرکان، به آنهایی که ایمان آوردند، به منافقان کدامش درست است؟ به پیمان ها یعنی وعده ها وفا کنید. مراجعت به کیست؟ خب اکثریت جواب های درست گفتند. ماشاءالله. بله، ایمان آوردگان. و سوره رقمی 5 سوره مودیه آیتی 1 در ترجمه معنا چنین آمده است: ای کسانی که ایمان آوردید، شعارهای الله و ماه حرام و قربانی را چی خالی از قلاده و چی با یعنی گردنبند حرمت نشکنید و آزار آنان را که به طلب روزی و خوشنودی پروردگارشان نیت بیت الحرام کردند روا می‌دارید و چون از احرام بیرون آمدید سعید کنید و بدبینی با قومی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند وادارتان نسازد که از حد خویش تجاوز کنید و در نیکوکاری و پرهیز هم کاری کنید، نه در گناه و تجاوز. خب تماشاچیان گرامی، به پیمان ها وفا کنید، آنهایی که ایمان آوردند، و این جوابی درست بود. به وعده ها وفا کنید، آنهایی که ایمان آوردند به آنها بود. و خب تماشاچیان عزیز، انشالله من باز آیتی درست را، چون اینجا رقم را من خطا نوشته کردم، آیتی درست را که دریافتم برایتان یک بار دیگر آن را میخوانیم انشالله. آنهایی که در جاهای اول هستند روی اکران شما میبینید تماشاچیان گرامی. به عهد خود وفا کنید، زیرا جاهل میشوید، بای میشوید، پرسیده میشوید، وفادار میگردید کدامش درست است. به عهد خود وفا کنید، زیرا کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید. بله، جواب های درست علاقه اومده رسید زیر چت ما. خیلی خوب. و 11 نفر جواب های درست گفتند. بله، پرسیده می شود. یازده نفر جواب های درست گفتند. در سوره
الاسراء آمده است: جز به طرز نیکوتر به مال یتیم نزدیک نشوید تا آنگاه که به حد بلوغش برسد و به عهد خود وفا کنید که باز خواست خواهد شد، یعنی پرسیده خواهد شد. و جاهای اول مهران عمر قاسم آیت الله و ابو طاهره مبارک باشد. سوال 3: ما سخنان گوناگون در این قرآن آوردیم تا که همه مسلمان شوند، تا که نفهمیم، تا که کهنه شدند باشد که پند گیرند کدامش درست است. ما سخنان گوناگون در این قرآن آوردیم. کدام از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ بله باشد که پند گیرند درست است، سبز. و 7 نفر جواب های درست گفتند. سراسیمه نشوید. بسیاری از تماشابینان ما شتاب میکنند و وریانت ها را تا با آخر نخوانده رنگ را زیر میکنید. 5 نفر چون گفتند که همه مسلمان شوند. البته هدایت در دست الله تعالی است. تماشابینان گرامی، آنهایی که حتی مسلمان شدند، از دین خود بیرون شدند و این مثال را ما و شما قریب همه روزه میبینیم. از دین خودشان رفتند و بعد از جای آن نفرانی که در اسلام تولد شدند و اسلام آورده بودند و از اسلام بیرون شدند، چون درباره آنها نیز الله تعالی بسیار در قرآن کریم پندها آورده است و تهدید هست در قرآن کریم به آنهایی که اول اسلام می آورند و بعدا از اسلام بیرون می شوند برای آنها. و ببینید که در سوره الاسراء آیت 41 الله تعالی گفته است: ما سخنان گوناگون در این قرآن آوردیم. پند است، غیر از این نصیحت است، غیر از این یادرسی از بهشت است، از دوزخ است. یعنی گفتیم که هم تهدید است و همچنین باز یادرسی از بهترین نعمت هایی که الله تعالی برای آنهایی که ایمان آوردند آماده کرده است درباره بهشت. خیلی آیت های زیاد است. اما من در ترجمه معنا چنین آمده است: و به درستی ما سخنان حق را گوناگون در این قرآن آوردیم تا که پند گیرند و آنچه که به فایده آنهاست قبول نمایند و آنچه بر ضرر آنهاست آن را ترک نمایند. ولی ظالمان جز به دور شدن از حق نیفزایند. تفسیر ابن کثیر. و جواب درست همین بود. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. خیلی خوب. و به سوال 4 میگذاریم. پرده قرار میده میانی تو و میانی کسانی که به سوداگرانی بازار به قیامت ایمان نمی آورند. آنهایی که ایمان می آورند الله یکتا را می پرستند. پرده قرار میده میانی تو و کسانی که کدامش از آن وریانت هایی که شما میبینید درست است. یک در چت مو وریانت خوب آمده رسید. نه به سوداگرانی بازار نه. به قیامت ایمان نمی آورند. پرده قرار می دهیم میان تو و کسانی که به روز قیامت ایمان نمی آورند. سوره الاسراء آیت 45. بیایید انا همون ترجمه معنی رو ما و شما این لحظه با تفسیری کوتاهش گفته میگذاریم. ای محمد صلی الله علیه و سلم، هنگامی که قرآن میخوانی میان تو و آنان که به قیامت ایمان نمی آورند پرده غفص قرار میدهیم که از شنیدن آن
فایده نمی بینند و راه نمی یابند. تفسیر ابن کثیر. یعنی بعضی نفران ما از تاریخ میدانیم و همچنین ما از روزگار امروز میدانیم از تاریخ آن که عمر رضی الله عنه با شنیدن یک آیت اسلام می آورد، هرچند دشمن اسلام بود در آغاز. اما بعضی نفران با شنیدن قرآن نیز در گوشهایشان پرده است، نمی شنوند چیزی را. در تاریخ امروز باشد اهمیت دهید. ببینید که در اروپا و امریکا قریب هر روز غیر مسلمان ها ایمان می آورند و مسلمان می شوند، از برادران ما می گردند با شنیدن یک آیت. و من بسیاری از آنها را می دانم که با شنیدن، یعنی با گشودن قرآن کریم و دیدن یک آیت که مربوط است به زندگی خودش ایمان آورده است. یک شخصی بود که از اسلام خبر نداشت و فکر میکرد که اسلام اینی یک دین است که دین بسیار سخت است، سخت گیر است. میترسید هر کس درباره اسلام گپ زند روی میگرداند، یعنی میترسید، چون در تلویزیون ها چنین نشان دادند و نشان میدهند و کوشش ها میکنند. چنانکه باز دیروز در یک آیت شنیده بودم، میخواهند با دندانهایشان نور الله را بپوشند. کافران را در نظر داشته می شود، اما نمیتوانند، چون سالها، اینقدر سالها کوشش ها کردند، نتوانستند و نمیتوانند. اما به اسلام آمدن مردم غیر مسلمان با شنیدن یک آیت هم این معجزه الله تعالی است می شود. ولی هستند نفرانی که الله تعالی آنها را هدایت نمی کند. این مثلا از ما و شما و حتی از پیامبران وابستگی نداشت، چون هدایت در دست الله تعالی است. اما ما دعا میکنیم نزدیکان خدامان را که هدایت یافته باشند. تماشاگران عزیز، و جواب درست همین بود. به قیامت ایمان نمی آورند. بین آنها و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم در این آیت گفته شده است که پرده خفص هست. و بیایید اکنون دوام میدیم، میبینیم که در جاهای اول هستند عمر آیت الله، ابو عبدالله مهران، ابو طاهر، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. 5. درخت لعنت شده در سوره اسراء کدامی از این هاست؟ زرهیم، زقوم، یلهودی، 4 مغزین، کدامش درست است؟ درخت لعنت شده کدامش است؟ بله جواب های درست آماده رسیده است. در سوره واقعه نیست، در این باره آماده است و 8 نفر جواب های درست گفتند. زقوم، درخت زقوم. خب در آیتی 60 سوره الاسراء نیست آمده است، در سوره واقعه نیست اگر من خطا نکنم. در چند جا من شنیده بودم درباره درخت زقوم الله تعالی یادرس می شود. و در همان وقت، در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، قریشی هایی که جاهل بودند حتی پیشخند زده بودند، هیچ خیل در دوزخ در آتش درخت می روید گفتم. و کوتاه ترجمه معنی رو من گفتم میگذارم و بعدا دوام میدهیم. و به یاد آر ای رسول آنگاه که تو را گفتم پروردگارت بر همه مردم آگاهی کامل دارد و آن دیداری را که
در شب معراج برای تو میسر کردیم و قصه درخت ملعون که در قرآن، یعنی درخت لعنت شده، در قرآن آمده است، بجز آزمایش برای مردم چیزی دیگر نبود. ما مردم را میترسانیم ولی تنها باز کفر و سرکشیشان افزوده می شود. درختی ملعون، درختی لعنت شده، یعنی کافران بنابر شنیدن قصه معراج و درختی زقوم تصدیق نکردند و استهزا، یعنی خنده و مسخره میکردند که در دوزخ چگونه درخت میروید. تفسیری بغوی. و دوام میدهیم. عمر آیت الله مهران ابو عبدالله و ابو طاهر، آنهایی که در جاهای بهترین هستید. سوال 6. الله تعالی فرمود بیرو جزای تو و هر کس که پیروی تو گردد جهنم است. مراجعت به کی؟ آدمان، پیروانی سرکش، ابلیس، جنایتکار. الله تعالی فرمود بیرو جزای تو و هر کس که پیروی تو گردد جهنم است. بله، 9 نفر جوابهای درست گفتند. بله، به ابلیس. و یادرسی و بعد از آن به سوال آخر میگذاریم انشالله. و یادار چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس همه سجده کردند به جز ابلیس که تکبر کرده گفت آیا برای کسی که از گل آفریده سجده کنم؟ شیطان گفت به من بگوی آیا این همان کسی که بر من برتری داده ای؟ این بسا جای تعجب است. اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی، فرزندان او را جز اندکیشان به گمراهی کشانیده از بیخ برکنم و نابودشان سازم. الله تعالی فرمود برو جزای تو و هر کس که پیروی تو گردد جزایش جهنم است. به درستی که جزای سزاوار و کامل است، جزای پر است. و این بود یک پند. ما و شما از آیت 61 تا 63 خوانده گذاشتیم ترجمه معنا را. وقتی که آدم را سجده کن و فرشتگان همان سجده کردند به جز ابلیس، و ابلیس تکبر کرد، کبر کرد و گفت همین است که تو آفریده از من بالاتر و به من مهلت بده. به الله تعالی میگوید که به من مهلت بده تا که من آنها را جز اندک، بغیر از کمی از آنها همشان را گمراه میکنم. الله تعالی چی گفت؟ برو جزای تو و هر کس که پیروی تو گردد، پیروی ابلیس گردد، جزایش جهنم است. اکنون ابلیس را ما امروز خب در اویله همین ابلیس بعض شیطان های اینس است، بعض شیطان جین است. ما و شما این را میدانیم. و آن شیطان های اینس یعنی انسان، امروز بسیاری از آنهایی که ایمان آوردند از جاهای نازکشان میگیرند و آنها را نیز شریک خود قرار میدهند. از این خاطر تماشابینان عزیز، برادر و خواهران گرامی، باید که انسان، چون ایمان انسان پست و بلند می شود، باید همیشگی از پی ایمانش باشد و ایمان خودش را کم کم مثلی که تلفنش را به ضرورت میماند ضرورت ماند. با شنیدن قرآن، با شنیدن حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اجرا کردن عمل های نیک و خوب، با دادن صدقه، با دستگیری کردن آنهایی که محتاجند، با نخوردن حرام، با نگاه نکردن به حرام، با نزدیک نشدن به زنا و
هر کس را چنانکه که گفتیم از جاهای نازوکش میگیرد، همون شیطان های انسی علال خصوص. از این خاطر آن جایی که شما نازوک دارید از آن جاها را پرقوت کنید. به حرام نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید، از من کرده های الله تعالی دست کشید. و این است یک پند، این است آن پندی که الله تعالی در قرآن برای ما و شما نازل کرده است. خوانید تا که یک معلومات پیدا کنید. امروز کم نیست مثلا آنهایی که بسیار از حکم الله تعالی را به خودشان درست کرده شماریدند. و ما یک چند سلسله برنامه ها داشتیم در شبکه قرآن دستورالعمل انسان و ما بسیار نصیحت و پند گفتیم، از خودمان نه بلکه از قرآن و از حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال آوردیم. گفتیم که این چیز علال خصوص اون چیز بسیار پهن شده درباره رقص و بازی و سرود و سرودخوان و رقاص و ما بسیار برنامه ها در گذشته داریم و این همه یادرسی بود. اما هر آنهایی که در گوشهایشان پرده است و در چشمانشان پرده است، آنها نمیشنوند و نمیبینند. به هر حال وظیفه ما و شما آن آیتی که یک آیتی که حتی خواندیم و میدانیم آن را گفته گذاشتند و آنهایی که قبول کردند مرحمت به سوی حق به راه هدایت و آنهایی که قبول نکردند وای بر حالشان و همین گونه سخنها در قرآن کریم و در آیاتهای زیاد آمده است. وای بر حالشان. خب تماشاگران گرامی، بیایید میبینیم که ها به پیش گذاشتند و به سوال آخر میگذاریم. آیا درباره نماز شب در قرآن یادرسی شده است؟ نه تنها در صحیح مسلم، نه اما در صحیح مسلم و هم بخاری. بله هست، به ما معلوم نیست کدامش درست است. درباره نماز شب بله هست چنین آیت و یادرسی در سوره اسراء آیت 79 و در قسمتی از شب برخیز و نمازی تهجد بخوان، این نافله نماز شب خاصی تو است، باشد که پروردگار تو را به مقام پسندیده برساند. یعنی این خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در ترجمه معنا چنین آمده است: پاره از شب را به نماز خواندن زنده بدار. این نافله عبادت، یعنی این عبادت نافله خاصی تو است، باشد که پروردگارت تو را به مقام پسندیده برساند. و بیاید اکنون میبینیم که ها با جاهای بهترین برآمدند. جای سیوم مهران مبارک باشد. جای دو نصیب آیت الله گردید مبارک باشد. جای اول عمر مبارک باشد، ماشاءالله بهترین رقابت بود. و ابو طاهره و ابو عبدالله، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. بیاید یک بار دیگر تماشا میکنیم آنهایی که به جاهای بهترین برآمدند. صمیمانه من همه شما را تبریک میکنم، آنهایی که امروز در برنامه ما اشتراک کردند و جاهای خوب را سزاوار شدند. و این واسه تماشاگران عزیز، من با شما خیر و خوش میکنم تا برنامه های آینده. الله تعالی شما را در پناه خود نگه دارد و برنامه ما را به دیگران و یار و دوستانتان
فرستید. انشاءالله در آینده نزدیک ما باز برنامه آماده میکنیم و پیشکشی شما میگردانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرآن میگوید فخر کردن و زیاد بودن مال و فرزند شما را از عبادت الله مشغول نمود. شماریدن حساب ها، مال و منصبداری، مبلغ ها، وظیفه ها و بایگری ها تا آن دمی که به قبر نروید. اندیشه کنید که ای باری آخیر در جنازه بودید. مادری خود را دفن کردید، پدری خود را یا بابای خود را تقا را گر کردید، یا یگان دوست را یا همسر را یا شوهر خود را به خاک سپاریدید. به یاد بیار که ای باری آخیر در سر قبر بودی. کی زمان آن عزیزت را می دیدی که خنده می کرد یا گریه می کرد، زنده بود، کیبر می کرد، بای و باسواد بود، رد کننده و متکبر بود. هر گناهی که نبود مردم در جنازه چی می کردند؟ وقتی که وی را به تابوت گذاشتند با کفنش، مردم چی کار می کردند؟ مگر لطیفه می گفتند یا رقص می کردند؟ یا قرصک زنان سرود می خوندند؟ نه. آرامی و سکوت مرگبار، اندوه و درد. برای آن که هر کس که در این مراسم بود با دیدن تابوت مرده را فکر نمی کرد، بلکه اندیشه اولش یک روز نه یک روز در جای وی من می شوم. الله تعالی می گوید زیادی مال و فرزند شما را مشغول ساخت. شما زبان درازی میکنید، کار میکنید تا ثروتمند شوید، خانه ها میخرید، ماشین های و شرکت ها. چی کاری که نمیکنید آن زمانی که به شما آفریدگار را، دین را، حیات را، اخلاق را یادرس میشوند شما وقت ندارید. میگوید من وقت ندارم، مشغولم، عموماً به الله باور ندارم. این چی تکبری است؟ تا آن دمی که به گورها رسیدید و در آنجا دفن شدید. وقتی که در قبرستان قرار گرفتید و اگر شجاعت دارید و اگر جرأت کردید به نزد قبر رفته به خود سوال دهید مگر همین آخر 50-60 سال در مبارزه و سعی و کوشش، فتنه و فریب، در زناکاری و دست درازی، پریشانی در کار،
و با همین تمام تقدیر من همین، مرا نیز به این چقوری می فرارند. از این برمی آید که بعد این و بعدی که مردم از قبرستان می روند همش تمام. اما چی با وی؟ همانه که در داخل قبر. به ما و شما معلوم که مرگ مثل خواب، مردن مثل خواب است. جسد تو دیگر نیست، جسد مرد و روح ترک کرد جسم را، اما فهم و شعورت همان جاست. واقعا ما و شما برادر و خواهران کفن کردن و به قبر ماندن را میفهمیم. ما میفهمیم روح جسم را ترک گفت، دیگر نمیتوان فریاد زد، نمیتوان مراجعت کنی بگویی که مرا ترک نکنید. اما تو میشنوی، تو میبینی، ولی جنبیده نمیتوانی. اینک اکنون در انا همین قبر جراحی حقیقی آغاز می شود. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز